ژورنالیست شناخته روس اندری بابیتسکی شب 1 اپریل در منزلش در شهر دونتسک وفات کرده است. او 57 سال داشت. درباره علت مرگ اندری بابیتسکی چیزی گفته نشده است. اندری بابیتسکی فرزند هنرپیشه شهرتیار سینمای تاجیک مرات اوریپوف و سناریونویس زویا بابیتسکی بود. او 26 سپتامبر سال 1964 در شهر مسکو به دنیا آمده است، ولی در دوره کودکیش چندین سال در دوشنبه زندگی کرده در همین جا به مکتب رفته است. بابیتسکی بعدا رشته فیلولوژی دانشگاه مسکو را ختم کرد. او از سال 1989 تا 2014 در طول 25 سال در رادیو سوابودا کار کرد و با گزارش‌های پرجسارت خود از مناطق جنگ زده از جمله از افغانستان و به خصوص چچنستان نام برآورده بود. مارینا آریپووا خواهر اندری بابیتسکی در مرگ برادرش در فیسبوک نوشت: الوداع برادر جسورم، تو برای من همیشه ژورنالیست بهترین خواهی بود. پاک وجدان، عادل، گذشت ناپذیر، پر استعداد و حرفه‌ای، با حرفی بزرگ. خیلی خوب باید از تو چیزهای زیادی را بیاموزند. چی حیف که اینقدر بر وقت رفتی. خداوند رحمتت کند. اندری بابیتسکی بخصوص در دوره جنگ دوم چچنستان نام برآورد. ماه ینور سال 2000 هنگام خروج از شهر گرازنی او را نیروهای روسیه با اتهام ارتباط داشتن با فرماندهان جدایی طلبان چچن دستگیر کردند. گفته میشد که از وی رخصتنامه با مهر و امضای فرماندهان چچن پیدا کردند که به بابیتسکی اجازت حرکت آزاد در مناطق تحت نظارت جدایی طلبان را میداد. ماه فوریه سال 2000 بابیتسکی را در عوض 3 سرباز اسیر روس در یک معامله مشکوک به جدایی طلبان دادند. بعد چند هفته اندری بابیتسکی در شهر مخچکالا با شناسنامه قلبکی باز به دست افتاد و این بار دادگاه او را جریمه بست. بعد سر و صدایی که قضیه او در جهان به پا کرد، اندری بابیتسکی را به دفتر مرکزی رادیو سوابودا در پراگ به کار دعوت کردند. باز یک بار دیگر او را ماه سپتامبر سال 2004 در فرودگاه ونوکووی شهر مسکو با اتهام افباشی دستگیر کردند. در گزارش‌ها گفته میشد که بابیتسکی برای انعکاس قضیه گروگانگیری صدها نفر در مکتب رقم 1 به شهر بیسلان اسیت شمالی روانه بود و مقامات روسیه با بهانه افباشی مانع سفر او به جای این حادثه شدند. ماه ایول سال 2005 اندری بابیتسکی از سفر چچنستان با مصاحبه اختصاصی با فرمانده جدایی طلبان چچن شامل بسایف برگشت. این مصاحبه در شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC نشر شد و چنان سر و صدا به پا کرد که وزارت خارجه روسیه گفت اکریدیتاسیون خبرنگار این شبکه آمریکایی را دیگر تمدید نمی کند. با وجود کار در رادیوی آمریکا، اندری بابیتسکی سال 2014 در اشغال کریم از سوی روسیه از موقع مسکو جانبداری کرد و او را از رادیو سوابودا جواب دادند. بعد برکناریش بابیتسکی به شهر دونتسک به منطقه تحت نظارت جدایی طلبان تحت حمایه روسیه کوچید و در شبکه تلویزیونی اپلود تv به کار درآمد. سالهای آخر او با سامانه‌های اوکراین رو، وزگلیت و پایگاه خبری لایف همکاری میکرد.